خب عرض شود که 10/11/1402 ما انشالله امشب دیگه این زیربندی رو جمعش کنیم که اون قسمت فقط مونده، چون تمام آمپرها از کار افتاده بود، همه‌شو درست کردیم. این چراغ اول و بقیه‌اش هم که گفتم اینا درست میشه. بعد دیگه میریم سراغ سلفشویی که حالا این چرم قبل چرم خوبیه البته، ولی خب تمیزش میکنیم چون میخوایم موکتش کنیم، داستان موکت رو روش ایجاد کنیم. حالا موکت پالازو داریم استفاده میکنیم واسه همه جا. این تنها چیزی که نداره این ماشین ترانسفر کیس NP 205 که خب باید اینجا قرار بگیره. $1400 به قیمتشه. الان دلار همین الان 59,500 امروز ماشاءالله قیمت کشید بالا دوباره. به هر حال 70 میلیون یا اونو میگه یا استوک پیدا میکنیم میندازیم روش که دفعه جلوش هم فعال باشه. این کولر قشنگترین اتفاقی که واسه ماشین افتاد، چون اصلا کولر نداشت. به جای کمپرسور آمریکاییش که 40 میلیون میشد ما کمپرسور ساندن انداختیم و این کولر رو که اواپوراتورش در واقع گذاشتیم اینجا. قبلا اون پایین بود، تو عکس‌ها رو بعدن هستش، اون پایین بود زشت بود، ولی یک روزه علی فردوسی تو قم جمعش کرد. 8 ساعت من تو تهران گفته بودن 1 ماه ماشین باید بخوابه و گفته بودن 100 میلیون با 29 میلیون با کمپرسور تشکیلاتش در نهایت به 46 میلیون همشو جمع کردیم. فقط اینو گفته بود که به ما خونکی بده. تازه این دریچه قدیمی اونو به ما 29 قیمت داده بودن. و بعد این رادیات بخاریه که ما حالا خیلی روش کار کردیم. رادیات بخاری خشابیه، یعنی کولش در میاد. کولش از نظر فین پر اینچ بهش میگن. از نظر فین این قبلیه رو بلیزر نیم سانت فاصله فین ها هستش و اون پره ها، برای این فاصلهش 1 میله. طولش هم 2 برابر بلیزره، ارتفاعش هم اندازه خود بلیزره. این گرماش بسیار بیشتره. اینم از بخاری. چرم هم تو این حالته دیگه. ببینید مثلا چیزی که نداره دکمه است، ولی صندلی فابریکه. اون صندلی هم روش برنامه‌های دیگه هم داریم، چون این ماشین موقع کاروان و چه می‌دونم کمپر و اینا باید استفاده بشه و آماده بشه. حالا کلیتش که اینه، این پروژکتور همه اضافه شد. اون چراغ پلیسی وسط اضافه شد. اینا نبود تو ماشین. البته بود 2 تا پروژکتور تا گرد بود، قشنگ نبودش. اینا رو ما استفاده کردیم. یه پروژکتور در واقع 2 تا پروژکتور گردم برای جلوش گذاشتیم. اینا روی یه ماشین بنز از این قدیمی‌ها بود. بعد شیشه‌اش هم کدر بود، شفافش کرد آقای ماد و این درستش کرد. حالا یه رنگای مشکی هم اینجا رنگ مشکی شد، سلیقه دیگه. اون رنگ چراغ مشکی شد، اون آینه ها و به این صورت. ببینیم که چی میشه.